خب بریم مراقبمون رو شروع کنیم. حالا اگه کس دیگه اومد من اکسپتش میکنم. بیایم به ستون مهره ها و بدنمون و لگنمون، ببینیم که توی این لحظه چه حسی رو داره تجربه میکنه. اگه نیاز داره جای لگن تغییر کنه، ستون مهره ها کشش داشته باشن به سمت راست و به سمت چپ انجامش بدیم. میخوام که 5 تا دم و بازدم عمیق از ناحیه قفسه سینه داشته باشیم. دم‌ها و بازدم‌ها از طریق بینی انجام بشه. بنابراین قفسه سینه رو بیشتر به سمت جلو باز کنیم. کتف‌ها از عقب به هم دیگه نزدیک بشه. دم، و به آرومی بازدم. ریتم تنفسی خودتون رو پیدا کنید. دم، بازدم، دم، بازدم، دم عمیق و بازدم عمیق. آروم بدنمون رو ببریم به سمت پهلوی سمت چپ یا راست. یک کشش رو توی پهلوها تجربه کنیم. دم و بازدم بدنمون رو برگردونیم و بریم برای سمت مخالفش. پنج، چهار، سه، دو و یک. بدنمون رو برگردونیم به سمت روبرو. مدرایی که امروز میخوایم انجام بدیم یه مدرای خیلی ساده است. ویشنو مودرا هست. انگشت اشاره و انگشت شست، نوک انگشتان به هم نوک انگشتاش به هم دیگه میچسبه برای هر دو دست و پشت دستها رو روی زانوها قرار میدیم. گردن رو انگار که با یه نخ نامرئی دارن از بالا میکشن. بنابراین گردن ستون مهره ها برافراشته تر احساس میشه. لنگر بندازیم به نفس ها و آگاه‌تر بشیم به مسیر تنفسی، مسیری که نفس‌ها از بینی طی می‌کنن، میان به سمت پایین، به سمت گلو و وارد ریه ها میشن. اگر انقباضی در ناحیه شکم هست مخصوصا، میخوایم که رهاتر و سبکتر حسش کنیم. امروز آگاهی رو
بیاریم به بخش‌هایی از بدن که احتمال داره تنش‌های زیادی رو روی خودش نگه داشته باشه. این آگاهی رو بیاریم به فکمون، به ناحیه گلو، سرشونه‌ها، قفسه سینه، شکم و لگن. اکثر تنش‌های بدن توی یکی از این بخش‌ها تجمع پیدا می‌کنه یا حتی بعضی از تنش‌ها چند مورد رو درگیر می‌کنه و شاید حس کنیم که عضلات اون ناحیه، اندام‌های اون قسمت سنگینی رو دارن حس می‌کنن، دردی رو دارن تجربه می‌کنن و گرفتگی توی اون ناحیه احساس میشه. بنابراین بیایم به صورتمون مشاهده کنیم، فکمون رو. اگر که دندانهای آرواره بالا و آرواره پایین روی همدیگه قرار گرفتن، بینشون مقداری فاصله ایجاد کنیم. زبان در فضای دهان نرم و رها حس بشه و ببینیم اگر تنش‌هایی هست توی فک بالا، توی فک پایین، آیا میشه که بهشون آگاه‌تر شد بدون مقاومتی در برابر موندنشون و بدون اصراری برای خارج شدنشون، فقط به دید مشاهده کردن و تماشاگری. به هر جایی که بدنمون نیاز به حرکت داشت، نیاز به تغییری داشت، این آزادی رو به خودمون و به بدنمون میدیم که این حرکت‌ها رو تجربه کنه. و آگاهی رو بیاریم به گلو، به بخش جلوی گردن، جایی که خیلی از بغض‌ها، حرف‌های ناگفته تو این ناحیه تجمع پیدا میکنه. من آگاه بشیم به موقعیت گلو، به غده تیروئید که توی این ناحیه قرار داره. خیلی از ناهنجاری‌های تیروئیدی که احساس میشه بخاطر همین مسئله است، به خاطر بغض‌هایی که نگه داشته شده و یا حرف‌هایی که انباشته شده در گلو و گفته نشده، به زبون آورده نشده. باز هم به قصد دیدن و به قصد تماشا کردن. حتی میشه که گلو رو مقداری بازتر کنیم، سر رو بیاریم به سمت عقب‌تر
اگر بهمون حس خوشایندی رو تزریق میکنه. و خیلی آروم گردن رو برگردونیم در راستای ستون مهره‌ها. آگاهی رو بیاریم به کتف‌ها، به سرشونه‌ها. میتونیم حتی حرکت بدیم سرشونه‌ها به سمت بالا، به سمت گوش‌ها و به آرامی هدایت کنیم سرشونه‌ها رو به سمت پایین. ببینیم عمیق‌تر عضلات ناحیه کتف‌ها رو، کتف سمت راست و کتف سمت چپ. اگر سنگینی رو توی سرشونه‌ها حس کنیم بهش آگاه باشیم. فقط میخوایم ببینیمش به قصد مشاهده گری. حتی میتونیم با کف دست‌ها سرشونه‌هامون رو ماساژ بدیم. لمس مشفقانه و مهربانانه برای خودمون. خیلی آروم گاهی و توجه رو از سرشونه‌ها بگیریم و بیاریم به ناحیه قفسه سینه. بیاریم به قلبمون. مراقبه دیروز بر پایه قلب و احساساتی که توی قلب تجربه میشد. ببینیم چه این لحظه قلبمون چه احساساتی رو عمیق‌تر داره تجربه میکنه. آیا نفس کشیدن به این لحظه برامون راحته؟ نفس‌ها به آسانی جاری میشن. و آگاهی رو به آرومی، به آهستگی به سمت شکم روانه کنیم. سمت اندامهای شکم، به سمت عضلات شکم. و ببینیم آیا توی این لحظه شکممون داره انقباضی رو تجربه میکنه.
یا احساسات دیگه‌ای رو که در اندام‌های شکمی وجود دارند رو ببینید. اگر سوزشی در معده هست، در روده‌ها گرفتگی هست، یا احساس خوب و خوشایندی رو دارین تجربه می‌کنید، مشاهده‌گر باشید. این انجام مراقبه هر جایی که آگاهی و توجه به افکار توی ذهنمون رفت، با شفقت و با مهربانی دوباره آگاهی رو برمیگردونیم. لنگرگاهی که در هر لحظه داریم به نفس‌ها و بخش‌هایی از بدن که آگاهیمون رو می‌خوایم هدفمندتر به اون بخش معطوف کنیم. آگاهی و توجه بیاد به ناحیه لگن، به اندام‌های لگنی و به عضلات ناحیه لگن. عمیق‌تر حس کنیم بخشی از لگن رو که با زمین در تماسه. خیلی از استرس‌ها و اضطراب‌ها در لگن تجمع پیدا می‌کنن. توی عضلات ناحیه لگن و توی بافت‌های همبند این ناحیه.
و به آهستگی آگاهی رو از لگن بگیریم و یک بار دیگه مرور کنیم بخش‌هایی از بدن رو که عمیق‌تر مشاهده کردیم. ناحیه فک، توی صورتمون، گلو، در ناحیه گردن، در شونه‌ها و کتف‌ها، قفسه سینه، قلبمون، عضلات و اندام‌های شکمی و ناحیه لگن، عضلات لگن و اندام‌های ناحیه لگن. و ببینیم اگر تو این لحظه بدنمون اجازه میده بخش‌های بدن نرم‌تر، سبک‌تر و رهاتر حس بشن. یک دم و بازدم عمیق بگیریم. دم، بازدم، با انگشتان دست و پاها رو حرکت بدیم. آگاه‌تر بشیم به کل بدنمون. کف دست‌ها رو روی همدیگه در مقابل قفسه سینه قرار بدیم. میخوایم به آهستگی و به آرومی با صدا دم و بازدم آگاهانه‌تر و عمیق‌تر چشم‌هامون رو باز کنیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم عمیق، بازدم عمیق. چشم‌ها رو باز کنید، پلک بزنید و آگاهانه‌تر محیط اطرافمون رو مشاهده کنید. نماسته. باشد که آرامش کل وجودمون جریان داشته باشه. ممنونم بابت همراهی امروزتون. اگه که حرف دیگه‌ای ندارین میتونیم میتمون رو قطع کنیم. اگه هم که هم بگین از بازخوردات میشنم. مرسی ماریا جون. خب به نظرم قطع کنیم. یه حرف دیگه‌ای نداریم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.